هموطن عزیز ایرانی، هر کجای دنیا که هستین بدون شک مرزها نباید مانع پیشرفت اقتصادی و فرصت‌های طلایی شما باشه. اگر کانادا، امریکا یا اروپا زندگی می‌کنید و از دادن مالیات‌های کلان خسته شدین و تمام سرمایه شما زیر یک سقف اقتصادی قرار داره و به قول معروف تخم مرغاتون توی یک سبده، آیا وقتش نرسیده هوشمندانه تر عمل کنید؟ ما میتونیم با راهکارهای عملی برای هر فرد با توجه به شرایط خاصش برنامه‌ریزی کنیم. شما میتونید با اقامت در 2 یا 3 کشور با شرایطی غیر مقیم مالیاتی یا نان تکس رزیدنس بشین. شما میتونید دفتر مرکزی کسب و کارتون رو در کشوری قرار بدین که مالیات بر بیزینس صفر یا خیلی پایینه. این همون آفشور استراتژیز هست. اگر در آستانه بازنشستگی هستین با حقوق $2500 میتونید در بعضی کشورها زندگی با کیفیت عالی و آرامش بیشتری داشته باشین. ما از شروع تا پایان کنار شما هستیم. عبارت پلان بی رو ارسال کنید تا جهت مشاوره اولیه با شما هماهنگ بشیم. پوریه معمار، MICS گلوبال.